قصه روشن کم دیر میشه که رند جای رسینی بالاخره داودا رند اولا آدگره کنه باندشم 92 93 92 رفت خیر نواده نامه بس توشی بود دادیم شمس وزیر نامه لکر داد ملکه وجه نامن سر بست و وجه دادن تبا شمس وزیر نامی لکه شب سیر شب کمر وزیر برپا فتاد و آخر گرفتار دست پولا زیر دی بیتم منام به مملکت پریزادی برده بلاهانو کشید که اگر 100 سال شرک بدم یکی چه هزاران نتونم ده امیر ارسلان منا چه بنده نجات داد و کمال عزت و احترام منا آورده انشالله چند روز دیگه به حضور مبارکتی رسون توقع بنده پایشین و هرچی به ما ارتباط هستن داره به امیر ارسلان مهربانی بکن مهربانی فرما تفصیل حالا منیگا چه شمس وزیر برز تو رسینی من چه شوق خدمت نزانم چه عرض کنم هم سر نامه بست موری کت به دست شمس وزیری داد شمس وزیر هم وجه وقت امیر ارسلان هم جواهران قیمتی کلا سنگبارانی هرچه به نظر شرطن توفه ایزاند به قدر 1000 دانه قیمتی به شمس وزیر داد شمس وزیر سوار بید و چند نفر چه غلامان روانه شهر پترسیا پرنگ بید مدت 3 شب و 3 روز رفتن روز سیوم نزدیک روچی روگا که شمس وزیر به اردو رسید 2 اردو در مقابل هم یکا دیگر دیدی که دول بازگشت جدگا 2 سپاه با هم دیگه آرامگاه رفتن درست نگاهی که دیدی اردو بارگاه پادشاه هستن تمام اهل اردو سیاه پوشن و گرد و غبار غم اردو چه آن سرا فرا گرفتگا غم اردوشان شمس وزیر افسوزی وارد و صبری کد تا تمام رفتن و تی اردوگاه قرار گرفتن یک پاسی چه شپا گوست وارد اردو بید رفت وارد اردو تر نزدیک بارگاه چه اسبا پیاده بید جواهران چه اردین دنی آوردن در یک کاوا سینی توکا طلای پرچدند یک کاوا سینی به دستی گرفت به طرف بارگاه روان بید چون که پشت پرده رسید اوشتاد یکی چه غلامان گوشتی برو در بارگاه به پادشاه عرض کن شمس وزیر در پس پرده اوشتاده هستن اجازه ورود لوٹی اجازه هستن داخل بی یا نه غلامان داخل بارگاه بیتن پادشاه و امیران در کمال افسردگی نشته بیته که خبر کنگتن غلامان یکی در برابر تعظیم کو پادشاه جس کو چه مطلبی ترها عرض کو قربان بمان شمس وزیر دن بارگاه اوشتاده هستن عرض کنگ اجازه هستن با پای مبارکتی مشب بمان پادشاه بعد 4 سال نام شمس وزیره که اشکتی تعجبی کو گوشتی چه گوشه شمس وزیر کجا بیته شاید دیوانه گنو که تو بیته غلام عرض کو تی جیگه نیتی نمک کنوارتی نمک دشمنو پشت پرده اوشتاته هستی پادشاه گوشت داخلی کن غلام دانا رفت گوشتی داخل ببین بسم الله با وجه داخل بید وزیر داخل بارگاه بید در برابر سجده کت عرضی کت شها بر آستانت هر سحرگاه
به سجده آفتاب از خاور آید، به عزم خاکبوس آستانت. اگر دارا اگر اسکندر آید، اگر نوشیروان خسرو هند، وگر سلطان ماضی سنجر آید. اگر تا خدام را نبود اجازت، کرا قدرت بود کز در آید. گریبی مستمندی از ره دور، همین شخصی که بر در می سراید. زره بر آستان آمد بفرما، کز این در باز گردد یا در آید. عمر دولت تتی ذات ذوالجلال باز بکنته. چند پادشاه و امیران بعد 4 سال به صورت شمس وزیر را کپتو. پادشاه به اختیار چه جاگه پرد آغوشی کت بغلی کت. شمس وزیر در بر کشه بغلی کشه پیشانیگی چوکت و آیی متکران نندن. شمس وزیرم پادم پادشاه چوکتن تو سینی کعوه هم در برابر آیی ایر کو عرضی کو قربان بگومن. شمس وزیر کور بی که ترا غمناک مگندو. سبب ای جنگ لشکر کشی چی؟ و وزیر تا در این مدت کجا بیته؟ کمر وزیر کجاین؟ تا ربط پارکلکای زنده بیاره چطور بیت؟ شمس وزیر عرض کو قربان ببوم. بنده هر عرضی که به خاک پا مبارکم کتا از اول صدق بیتگم، با نان و نمک تیگه خیانتو نکتا. اگر روچ اول به خبر منیگا تو رفتار کتی، یہ تمام بلان بسر نیت کرتا. هنی هم ملکه آپاک فرولکا زنده و سی و سالم آورتگم، ولی شرطها دارم، شرطها کنون هستینی. پدا هم اگر نصیحت منیگا گوش مکنه، جنک چه دستاتی رو. دست برد نامه امیر ارسلان و ملکه گرنا آورد به دست پادشاهی. همه که چند پادشاه به خط مهر پارکلکا کپ نره جتی چه هوشا رفت. شمس وزیر و امیران به هوش آورد چست کد. هر دو نامه وانتا چه مضمون نامانی با خبر بید مطلبی. پدا گوشتی وزیر تو درست تفصیل بگش امیر ارسلان رومی کجا بیتا؟ پارکلکا پرچیا دیو برتا. شمس وزیر اولا حکایت عاشقی امیر ارسلان آیک به پرنگا شاگردی کاوه خانه به نام الیاس پرنگی کشک امیر هوشنگ پریب کمر وزیر ورگ ملکه برگ چطور گرفتار بیگ ملکه به دست پولا زردی و روگ وتی به شهر لال گندگ امیر ارسلان زخمی کنگ وتی به نیزه چطور دیم دیگ امیر ارسلان به جنگ پولا زردی توسط ملک اقبال شاه کشک پولا زره و ماته و کمر وزیر و کله سنگباران پروشک طلسم پازر هم نجات دیگ ملکه کشک شیر گویا به وسیله امیر ارسلان تمام به تفصیل بیان کدم. عقد سر پادشاه به در رفت. بشتی الحق این تمام هنر شجاعت کار رستم داستان سام نریمان هم نه. بعد چه آی شمس وزیر نوشته پادشاه چه بغل در آرد و عرضی کد قربان بمان. این هم خط و مور تیوتیش شرط کتا. اگر پارکلکا زنده و سلامت بگنده با امیر ارسلانی ده عجلن دکتر تی به دست امیر ارسلان هسته. اگر بلوٹ دکتر آئی مده به زور هم چطور گریبتی. چشان گذاشته چه پادشاهان پریزاد افرید جادوگر هم بالاتر تو نه که نام پریزادا اشکن زهره هانی آب بید در ملک هانی بدن هانی آب بیت. این تمام پروتنی هم که به شمای کتا به خاطر وجود ملکه است
ولی دست به زحما که ببارتین در 1 ساعتی این شهر تیگه زیر و زبر کنده. هنو هم که وقتی سر سولو آشتی هستین خوب هستین شما هم در کمال رضایت جنک پایه بدهی الا در تمام دنیا بگرده زامات مثل امیر ارسلان تی گیر نیته علاوه برشان جنک هم عاشق امیر ارسلان هسته جنگ پاپاشاه آیه هم با وده آی بله در 1 دمی لشکره چه پیشا چسکنده پادشاه ساعت متفکر بی فکری کد امیران عرض کو قربان به جز عرایز شمس وزیر چاره دیگه تر نی این هم وسیله هستن که جانب خدا در این وقت تنگ که به دشمنی مثل پاپاشاه در مقابله درد کرد چوشن مدد کمک که به شما واسطه رسیده زامات مثل امیر ارسلان که به شما پیدا بیده منتهایش ایشین که خون الماس خان و سام خان پایمال بیده چه خونخواهی به شما چی حاصل بی باز هم مملکت روم به شما یکی بیده اگرچه 2 سردار نامی شما کشتگی در عوض هم چوشین خدمت کتگی که پارولکاج چنگ دیوان نجات داده مصلحت ای است که شما هم در مصلحت در بیای بر رضای خاطر ملکه هم بده کلمدان لوٹه در جواب امیر ارسلان لکتی فرزند عزیز و نوشته شما و شمس وزیر که رسانتگه نزانم به چه زبان ای تمام مرحمتان تیگن تشکر بکنم و چطور عذر ای تمام زحمتان تی بکنم هما طور که پر رخ لکا چه ای تمام بلان تو نجات داتا من هم به رسم کنیزی پیش کشتون کتاتی به سبب نجات من چوک کن عزیزم و تو چه غلامان من وقتا چه غلامان تی زانم البته به زیدتی تشریف بیاره که به جان و دل شما منتظر قدم شریف هستم آنچنان منتظرم که در ره شوق که اگر زود بیایی دیر است و سلام ولی جواب کاغذ پرولکایی هم نوشت و شمس وزیری داد شمس وزیر هما شبانه چه بارگاه درنا رفت سوار مرکب بید به طرف اردو امیر ارسلان روانه بید رفت تا به اردو امیر ارسلان رسه وقت صبح بیتگه که امیر ارسلان در بارگاه نشته بیتگه و می نوشگه گو امیران شهر لال خبر کنگه که سرکله شمس وزیر چه در بارگاه ظاهر بید در برابر تعظیم کد امیر ارسلان چه جاگه پادات آی بغلی گفت دیمی چوکت و گوشتی پدر چه پادشاه چه خبره آورده خبره هسته شمس وزیر عرض بود به خدمت پادشاه رفت و نامه‌آن دادند جواب گفت در کمال مهربانی و خوبی راضیم که ملکه به منت به شما بدم در این 4 سال شب و روز چه پراگ ملکه گریوگه سیاه پوش هسته پاپاشا پرنگی هم که با خونخواهی امیر هوشنگ لشکری کشته در این مدت هر روز جنگ کننگه پادشاه هم کم منطقه محاصره بیوی همه که امیر ارسلان ای خبرانش کد خوشحال بیت گوشتی وزیر جنگ پاپاشا مهم نه بخواست خدا یک روچه سپاه آیگه من پراکنده کنم نامه پچ کتو واند بعد چای دست شمس وزیر گفت به حرم رفتم شمس وزیر نامه پادشاه به ملکه داد همه که چند پرولکای بچه 4 سال به خط مور پتا کب نره جتی بیهوش بیت امیر ارسلان سر به دامونا گفت و گلابی به دیما جتو چون ماهی
گلابی دیما چو ماهن جد به هوشه آورد. ملکه نامه وانت به امیر ارسلانی گوشت قربان ببم من پیش چه ای تاب جدایی پت و ماتون دیگه نیستیم، بفرمای سپاهیا حرکت کنم. امیر ارسلان در ساعت دستور رحیل داد. لشکر چو دریا به موج درد کن بالاخره حرکت کو. اساسه و تمام وجه په شتران دو کوهانی وشی وجه بار کتند. کوهانان بار کتند در آسه منزلی هیچ جا توقف نکو. روچ چارم همه که آفتاب خاور وشی چه امر ملک داور سرچ کوه مشرق در ناکشتگه جهانی چوت نورا جماله وتی منور کتگه روشنی کتگه. صبح دم که آفتاب نورانی برگرفت این حجاب ظلمانی. گلوی آهرمن زهم بدرید قوت بازو سلیمانی. دو سپاه پوتشاه و پاپاشاه در برابر هم صف جدال و قتال کشتگتن که چه بر و بیابان یک گرد خرمان یعنی جوهان با پلکات چست بیگا. لشکر پیداگا یا نپری و نه کمو که گردها که بیتین لشکر وجه 70,000 سپاهی گونت نوکرات چاکرات دهلت و علمت رنگ رنگینت بارت و سامانت جوشتر بار اصل سامان گونتند و خوراکی گونتند چادر گونتند وجهش پلکات چسبی. باد که خیاط بود دامن گرد چاک. همین پیما گوات همین دنج دید که چه چهار طرفا که چسبیدن چه چهره آنچنان گواری رخساره نمود شهریاری. علامت سپاه امیر ارسلان پیدا بید. پاپاشا متحیر بید که ای دیگه چه لشکری هسته که صدا کوس و کرنات تبل و نبیر و پلکا چسبیده. چه برک اسلحان دلیرانی چم دو سپاه خیران بیدن خیره بیتن. حیران نگاه کد چارگاه لگتن که 70 علم نشانه 70,000 نفر نمودار بید. در پیشا پیش علم اجدیا پیکری متوچنگه در سایه علم چمی پا دو سپاه بر نوجوان دلاوری کبت که سر تا پاد گرک دریای آهن و پولاد. بر مرکب سر تک پولاد رگی سواره ما اگیم پوتشاه زاند که امیر ارسلان هستیم ورچی نکارخانه شادی به نوازش در بیایم. که امیر ارسلان رسید. امیر ارسلان فرمایش در یک طرف میدان سپاه صف بکشم. به شمس وزیر گوشت تا ملکه گو کنیزان چه دروازه دیگه داخل شهر کن. در حرم پوتشاه به دست ماتی بسپار. وتی هنو چه گرد راه نرستگه تازیانه سام خان با کفلش مرکبی آشنا کد با میان درد چنان اوشی یا نبردی اسپا دوری جای میدان تو که جنگ میدان نبردی به جای آرد که اصلا چه دل دوست دشمن چسبید. بعد چه جلو آت کشتی اوشتاد نعره برارد که ای پاپاشا کشنده پسر تو ملک هوشنگ منو چه جان پادشاه چه لوٹه. اگر مردی داره بفرست به میدان دست سر و پای گونتو بگردم. یکی چه امیران که سک رشیدت یعنی خطرناکت در برابر پاپاشاه تعظیم کو اجازه گب به میدان درد. سر رای امیر ارسلان گب جوانی دیدی که چه بدو خلقت آدم تا کنون نظیر به دنیا نیت که بیته. گوشتی ای خیر سر تو که گفت پادشاه چه دوستی داره که به امداد کمک تو آیگاد کرده. امیر ارسلان گفت بس که حرام زاده ترا چه آکه قدم به میدان نر شیران بله.
من و ملک ارسلان بن ملکشاه رومی کشنده دیوان جادوگران برهم زننده خاک پریان خاک پریزاد کشنده امیر هوشنگ داماد پوتشاه در این مدت در خاک پریزاد من بیتگم و الا خاک در کاسه سر پاپاشان کدگم آیا چه حد آک لشکر با پوتشاه بکشی حالت کمو سزا ایگا دست دلا کلو دستی دو امیر ای حرام زاده تو شاهزاده من امیر هوشنگ کشته ببتاتی معتبتی پرسا بنندم دستی به قبضه زهم آبدار برد که حواله سر امیر ارسلان بکن نامدار دست به قبضه زهم زمرد نگار رسید همه طوره که دستی چسته هنچین به زیر بغل جتی که سر و دستی به هوای بلند بیتن 10 قدم دیگتر کپتن مردی طلب کو دگریت پرستی ندا هنچین به کمر جتی که دونیم بید یک دیگه با پرکی جد که وقت مرکب 4 پاره بید یکی دیگه الک سدن زور 20 تن چه شجاعان تومه زم آبداری بید کتن صدای آفرین چه دل پوتشاوش درد سپاه صدا چرخ برین رسید چه نهاد پاپاشا درد وقت به میدان درد سر راه با امیر ارسلان گفت چمی با آفتاب جمال امیر ارسلان کپ پشتی لرزید فریادی برد جوان مادر بخدا که تو که 20 امیر دلیره منی تو بدتر فتور عین کشتم ببتتی معتبتی پرسا بنندنی امیر ارسلان با بیا که ما ترا لوٹوں من و امیر گیتی ستان امیر ارسلان بن ملکشاه داماد پوتشاه کشنده امیر هوشنگ چه نواد پاپاشا درد گشتی مادر بکتا تاوه که فرزند نوجوان کشته کجا بیتگه تو بیا که من ترا لوٹوں من برک تیگوچ ظلمت گلاف کشه با امیر ارسلان حمله کن که بگرچه دست من امیر ارسلان سپر به سرا کشه که پاپاشا چا سر میدانی های گویان عربده جویان رسید تیگی به حوال سر مردان امیر ارسلان نامدار کد که شیر بیشه شجاعت سپر به موره پشت منزل داد پنجه بلند آسایش مردانه دراج کد در میان زمین و آسمان بند دست پاپاشای گفتی یک کم که فشاری داد 5 انگشتاتی چو 5 خیار تر راست اوشتاد زهمی همایوتی که 5 دالا خونه چکا پاچکشی در آرتی پچگه در هما گرمی هنچین وشی به سری جا قوت مرکب 4 قسمت بید صدای احسان چه دل پوتشاه و امیرام چست بید چه طرز زهم جنگا و جنگ کنگا امیر ارسلان هز کد که امیر ارسلان گو هما زحما دستی به سپاه پاپاشا حمله کد پوتشاه گوشت جماعت پرچی اوشتاد دیگه 2 سپاه کینه جوار چه جاگه وش درد کن با کلب همش جته امیر ارسلان به هر طرف اوشی وجه تات حمله کد کشته پشته ساخت وجه ده سورا وجه سپاه پاپاشای تاب مقامت نیاد دیم په هزیمت وجه تات فرار کد تات کن امیر ارسلان در یک پرسک آن دنبال کد بعد بازگشت لشکر پوتشاه با اردوی پاپاشا رفت کن مال و غنیمت بازین به دست آوردن تو بازین واجه په دستی آورد واجه یک قسمت هم حلاس بید قسمت 22 انشالله بانده شب وانه کامیابی و فرمان روایی بازگشت هم حلاس بید کامیابی و فرمان روایی وجه شروع بگه این کتاب وجه آخرین چیزی نمانده سلامت باتی واجه یک قسمت ها کلنه پر بانده شب ما چی بازی وانده سلامت باتی الله شما سلامت کن دوشی من طبیعت کار نمیده شما واسطه بدیم الله میاره چون تین چارو چین چو من نه
آجا 24 دقیقه تمام 25 چیم آجا 25 الله شما سلامت بکن الله مهره الله شبان شما باش رو درو بادی سلامت بادی